به من پیشنهاد کرد که یکی از دوستان من هست که در این کار قدم گذاشته و بسیار موفق بوده. گفتش که نه، گلد کویس نیست، یه سرمایه گذاریه توی یک بانک تجارت جهانی. من یه زن خونه‌دار بودم. باشه من گفتم به جون مادرم همه تونو میگیرم، همه تونو بدون استثنا میگیرم، چون من میدونم چه خبره، چون من سختی زیاد کشیدم. همون صحبت کردن، گفتن زندگیتون نمیخواید عوض بشه، نمیخواید از اینی که هستید خیلی بهتر بشه، چقدر میخواید مستاجر باشید؟ با تحریکایی که پسرم داشت روی این قضیه، یعنی دست گذاشته بود رو نقطه حساس من که کرایه خونه و مخارج سنگین خونه برای من طبعا فرساست. انقدر قشنگ اینجا رو جلوه میدادن، هدف رو گنده میکردم. میگفتن خب ببین مگه تو هدفت بچه‌هات نیست؟ میگفتم خب چرا؟ هدف من بچه‌هامه. میگفت خب اگه تو هدف داری به خاطر اینجا بس بدو، کار کن، تلاش کن، تغییر کن. منو بیرون یه آقایی داشت صحبت میکرد که میگفت پسر فلجش رو عملا از خونه در به در کردیم به این جهت که خونهش رو بفروشه و بتونه پولی بذاره تو این مجموعه ها و بتونه سرمایه گذاری کنه به این امید که بتونه سرمایه‌اش رو بیشتر کنه. فاجعه است. بعد اومدن گفتن خواهر من اینجا سود کرده، الان بیا ببین سر 8 ماه پرشیا خریده، سر سال رونیس خریده، اینجا خیلی اتفاق قرار بیفته. آقا دارم میگیرم آقا بی. این چیزی نیست، چیزای بزرگتر باید بخریم. اینا حالا ساندای اولیه بود. هدفای ساند رو بشونیم. همه تون گم آقا، همه تون گم ببرن، همه باید بخرن. بالا سریای ما مثلا یه بنز CLS داشت، میگفتن ما 180 میلیون داره میکشه. می آوردن نشون میدادن، میگفتن بچه‌هاتون رو جمع کنید بیارید، بچه‌ها ببینن فالو بشن، ببینن که قراره به واسطه اینجا به کجا بره. داداش به مالا میخرم، سفیرشم میخرم. گفتی میمانی تو پیشم، نور ستاره خواهد میشم. داداش به مالا میخرم، سفیرشم میخرم. آقا میخواستم از همه خفن‌تر باشن دیگه، خیلی ها میترکونن. توی دفتر کسایی اومدن خرید زدن که متاسفانه یکی بود که بچهش مریض بود، خیلی حال وخیمی داشت، یکی بود که حتی خدا میدونه با شوهرش مشکل داشت، حتی پول نداشتن حتی یه چایی یا قند تو خونشون بخرن، با 200 تومن میرفت اومد از اون خواسته بودن بیاد، حتی دوباره فالوش میکردن که برای دخترت هم برو دوباره پول قرض کن دوباره خرید بزن. ذهناشون رو شستشون میدادن، میگفتن اینجا تو قرار ثروتمند بشی، اینجا قراره تو خوشبخت بشی، اینجا دیگه با بدبختی خداحافظی کن، اینجا دیگه اول خوشبختیه. ولی واقعا این نبود. کسی هستش که یه خانمی هست خودش اداره میکنه زندگیشو، 8 میلیون الان باخت داده. دختری بود که به خاطر این کار انقدر فشار زیاد بود دست به خودکشی زد که من رفتم بالا سرش، میگفت من پول ندارم اجاره دفتر بدم، ولی بالا سریا هفته 40 میلیون میکشیدن ولی ما باید اجاره دفتر میدیم. عید داره میرسه، 3 هفته بیشتر باقی نمونه. خب بهترین بس واسه ترکیدن مجموعه است. سال تحویل همه رو جمع میکردن، روز عید میگفتن دم سال تحویل همه توی دفترها باشید، حتی میگفتن پیش خانواده هاتون نرید. همه جوره مثل اوقا بالا سر مجموعه باش، پای بچه‌هات باش، بالو پرزنت خرید، پشت سر هم دیگه. برای ما جلسه میذاشتن، میگفتن امسال اسم میذاشتن، سال 80 و سقف. برات یک کاری که اشکشون در بیاد. سال آینده نوها حداقل باید 50-60 لیدر خوب تو دستون باشه که با خیال راحت بازنشسته شده باشن. نه دیدنی داشتیم، نه جایی میرفتیم، نه خریدی میکردیم، هیچ تفریحی رو نداشتیم. یه خونه 7 طبقه می‌سازم همگی میریم. انشالله تا سال آینده مطمئنم که طرفم تو بیرون کشور هم رفته. انشالله. ساعت مرشاد کی بزنیم؟ حاجی ما زدیم دیگه، بزنیم دیگه.
اوکی آقا دیگه دست الان واقعا نمیدونم خیلی حس خوبیه. انشالله که همه تیزیای این جمع میان به این حس خوب میرسن و اینجا وای میستن اسمشون رو مشکی میکنن و یه خوشبخت به خوشبختای دیگه اضافه میشه. 100%. این روشی که اصلا به نظر من جواب نمیده که شما بخواید با این روش چقدر مگه چند نفر رو میتونید به قول حال خودتون شستشوی مغزی بدید، گول بزنید، بردارید بیارید. این سیستم مال آدمایی که غرور دارن، عقده دارن، از بچگی خیلی چیزا تو دلشون افتاده. حرفاشون با کنایه بود. مثلا فلان کس انقدر زیر مجموعه داره، تو هنوز نتونستی یه نفرم بیاری. از 100 نفری که اینجا وارد میشن اگه بگیم خوبم کار کنن 90 نفر اینجا مال باخته میشن، 10 نفرشون فقط میرن اون بالا. اینجا باشه مکت، اینجا باشه کرد. واسه من شد. اینا گفته بودن بعد از 10 روز 2 نفر تو ردیف میکن. 10 روزشون شد 3 ماه. 3 ماه گذشت شد داشتم اینا فهمیدن و من اونجا اومدم بیرون. من فقط اینو شکر میکنم که از چنگ یه عده گرگ بچه‌مو کشیدم بیرون. احسن. پتانسیل تمام لیدرام هستم، تمام لیدرام. ویژن نزدیک هم اینه که اولین نفر دست بشم. اگه کاری نکردن پدراشون نمیدونم کیا هستن تو جلسه هفتگی نیا، خودت نیا، چون در حد حرفت نیست. دوست دارم واسه زنم واسه خونم آشپز بگیرم، آشپزی نکنم. دوست دارم سر تا پای زنم رو طلا بگیرم. دوست دارم رفیقام با من باشن توی راه، همه با هم بخوریم. ان شاءالله عروسی اونایی که مجرد. نه ما عقده است آقا. عقده 27 سالگی هممونه. همه بوده. میخوایم آقا خدا که عوض کنیم. بخوای این بوله برفس ها ما ریزشیم. قیل بخوریم 2 برابر این میشه. بگی زندگی خود من. اون بیرون کاسب بودم، درگیر بودم، گرفتار بودم، از صبح تا شب کار میکردم. فکر میکردم خیلی دارم. فکر میکردم هیچکی به گرد پام نمیرسه. نه، اومدم اینجا خودم رو پیدا کردم. مثلا میگفتن این هفته کسایی که تعادلاشون بالاست جلسه داریم، جلسه دست قوزهای وحشی. خب بعد میومدن برای ما جلسه میذاشن، یه آقایی که واقعا از دهات اومده بود و اصلا نمیتونه صحبت کنه میآوردن میگفتن این یه لیدریه که 2 ساله داره ماهی 60 میلیون میگیره. من یادم بدبخت بیچاره بودم، ولی من کی فکرشو میکردم این همه مجموعه بیاد بشه پای صحبت من، پای صحبت آقا مسعود. و هیچ موقع یادم نمیاد موقعی که ورود شدم با سختی هم ورود شدم. نه هر کی ندونه من میدونم خیلی با سختی بود. ولی وقتی که میومدی پشت قضیه رو میدیدی اصلا قضیه یه چیز دیگه ای بود. این ماهی 60 میلیون فالوهای الکی بود. میومدن به ما میگفتن که این هفته مثلا لیدر فلانی سقف 5000 تاشو زده. خب چون سقف 5000 تاشو زده امشب قرار شام ببریمتون بیرون. کجاییم قربان؟ والا شالیز بانی و باعث این حرکت مثبت که انشالله دوبلیکیت بشه. چیزایی که اینجا گرفتیم دلپاکیه. دلپاکی این سیستم واقعا. انشالله بگیم جبران با رشد با خوردن و با رشد. نه با رشد. آره انشالله که مستمر باشه، ادامه دار باشه. مطمئن باشید دوستان عزیز که اگر این هفته اون هفته‌ای که قول دادید نباشید از حلقومتون میکشم بیرون همه اینا رو. موفق و پیروز. جلسه ای اصلا نبود، فقط یه غذایی میدادن به خاطر اینکه چی دقیقاً این بچه‌ها رو مخشون رو شستشو بدن که ما بابا حمایت داریم میکنیم دیگه، حمایت. ولی متاسفانه هیچ حمایتی نبود، همش دروغ بود. آفیس ها فقط تک جنسی بودن، مردا بودن.
می اومدن طرف رو از شهرستان می آوردن، یعنی طرف می اومد گریه میکرد، میگفت من 3 روز از بچم خبر ندارم. طرف رو 3 روز تو خونه حبس میکردن، میگفتن باید بری، انقدر مخشو تو این 3 روز شستشون میدادن که میگفتن باید برداری بری پول بیاری بیای خرید بزنی. شهرزانی متاسفانه میمدن دیگه میخوابیدن، دیگه یه دفتر رو اینا اجاره میکردن هوم آفیسی. بعد 2 سال میدید هیچی، یعنی یه مریض روحی روانی شده دیگه از اینجا میرفت بیرون. واسه برج 300 تا میره دونشون شما اینقدر خرمالی میکنه، برنامه‌اش جابجاش میکنه. حالا هفته 5 روز میگن بابا بیا که باز پست اون رئیس پست باش. ناز میکنی به امام حسین 24 روز ناز کرد بندازش بیرون یکی دیگه. این همه برتر. هر روز میگفتم خدایا چیکار کنم بری. یه روز دیگه بزنم داد گفتم بذار خودم رو راحت کنم. دست خودکشی دادم. یه بسته چیز تو ماشینم بود، بعدش هم رگ دست و گردن همه رو به تیر زدم. دعاش من که به این روز افتاده، به هوای این که اصلا تو خونت رو عوض میکنی و پولدار میشی یه روزو، کشوندنش اونجا این بلا رو سرش در آوردن، پولش رو بالا کشیدن. مثلا سود کرده از من سوال کنن بگن اگه تو میبردی این حرفا رو جلو دوربین میزدی؟ میگم آره میزدم. ببین من اولا که خدا رو شکر میکنم که نبردم، چون این پول یعنی 1 ریالیش هم حلال نیست، همش حرومه. و یه چارچوب درست فکری داریم برای گرفتن چی؟ درمان. در جریان محمد ماشین زیر پاشو فروخت، اونجا خرید. دیشب تو ماشینم بهش گفتم با اونجا که جون دارم پاش وای میستم، ماشین آخرین مورد زیر پاش میذارم. مال باخته کسیه که تو این سیستم کثافت کاری نکرده. من از سینه به پایین فلج شدم. دلم به حال پدر و مادرم میسوزه. بالا سریام همش میگفتن گفتی به برادرت گفتی، انقدر مجبورت میکردن که من باعث شد که یه روزی واقعا به پای برادرم زانو بزنم بگم تو رو خدا تو به خاطر بچه‌های من بیا، به خاطر اگه مگه نمیدونی من قراره خوشبخت بشم، من قراره بچه‌هامو خوشبخت کنم، تو فقط به خاطر بچه‌های من بیا، اگه تو بیا خیلی اتفاقا میفته. فقط بیا ببینم بچه مانو این جوونه نگم 24 سالشه. چی کار منو دو کنم؟ چرا بزر بی خود بتونی به باردار نشو من باردار ماچهشو گرفتن نشو. این ماه 20 میلیون در اومده، تو رو خدا نگاه کنی. بچه من گریه میکرد، میگفت مامان من اصلا پول نمیخوام، من نمیخوام پولو. میگفتم مامان بذار من قراره تو رو خوشبخت کنم، قرار زندگیمو بسازم، قرار اینجا دیگه قرار. این بچه من میخواست اردو بره پول نداشت، یعنی اینا همه برای من زخم بود. ولی اینا چجوری؟ اینا میمدن روی من، رو مغز من تاثیر میذاشتن، میگفتن خب شوهر تو که اصلا به درد نمیخورد، بیا تو اینجا، بیا به واسطه اینجا قراره تو زندگی تو دیگه تو خودت بسازی با دستای خودت. واقعا توی وضعیت‌هایی بودم که دوست داشتم پسرم که زحمتشو کشیده پشتم بشه، متاسفانه پشتم نشد، مشتم شد. خیلی اشریختم مادرشو اینطور تنها درمونده بذاره و بره و واقعا براش مهم نباشه. انقدر شستشو مغزی داده بودن، انقدر بهش گفته بودن مثلا با کسی مشورت نکن تو خانوادت که اینا منحرفت کنن نتونی بیای توی شرکت رو.
اینو چنان شستشو مغزی دادن، این به ما دروغ نمیگفت اصلا. کلا از موقعی که رفته بود اونجا فقط دروغ به ما میگفت، هیچ وقت راست نمیگفت. این ماه 20 میلیون پول در آورده. این ماه 20 میلیون پول در آورده. هم شفا پیدا کنم دوباره رو پای خودم بایستم برم سر خسته شدم این وضعیت.